درود به تک تک شما عزیزان جان. من اشکان حامدیانم و میخوام جایگاه تلفظی R در ابتدای جملات رو بگم، در ابتدای لغات. اگر این لغات رو داشتین، یعنی R در ابتدا بود، خواستین اینو بخونین، نگین rock، بگین rock، rip، rich، reach. R در ابتدای لغات لب و قنچه کن، بده جلو، اوکی؟ از عقب نگو reach، rock، نگاه rock، rock. تفاوت داره. R در ابتدای لغات لب قنچه میشه، میاد جلو، صدا تلفظ میشه. Be special، خاص باش. بای تا های.